ин гӯшаи дурдасти кӯҳистони мамлакат ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар баландии 3600 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. ин ҷо аз шаҳри Хорух дар масофаи 311 километр ва аз маркази ҷумҳурии шаҳри Душанбе дар масофаи 918 километр қарор дорад. ин гӯшаи ватани азизамон аз се самт бо се давлати ҳамсоя Қирғизистон, Чин ва Афғонистон ҳамсарҳад аст. ноҳияи Мурғоб дар оғӯши кӯҳҳои сарбафлоки мамлакат ҷойгир буда 59% ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва 27% ҳудуд. Сафари гурӯҳи эҷодии телевизиони Тоҷикистон ба ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар арафаи таҷлили Наврӯзи байналмилалӣ рост омад. сокинони ноҳия бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ба сардиҳо нигоҳ накарда ин ҷашни қадимаи ниёгонро таҷлил менамуданд. من بهارم، بهاری گل به سر و گل به بر و گل به دامان. من ملکه بهارم که نخل امید آدمان روی عالم را سبز میگردانم. من بهارم، بهاری که به قلب ها میر، به لب ها خنده و به محفل ها سرور شوق بی اندازه را عجم نمایم. من بهارم، چه خوش است شما میمانان ارجمند حضورم را در این بزمگاه احساس نموده با قلب‌های پر از مهر آمدن مرا پذیرایی کردید. آسمان نیلگون، سیله پرنده ها در پرواز، خورشید عالم را گرم گرم می‌خندد. نفس زمین به دماغ زده خاطره ها را سرشار میگرداند. ای بهار، بگو این حقیقت است یا خواب؟ ناله نی را میشنوم. آمدم نه تنها بلکه بهار با خود آورده ام. من با همراهی بهار تمام مردم شرفمند با ننگ و ناموس جمهوری تاجیکستان را به فرارسی نوروز عالم افروز تبریک و تهنیت می نمایم. نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد. نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد. بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردم پرواز. مرغی دل من از قفس تنگ برآمد. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک نزلی بهار ای میلهی شب زنده دار است خوشی سالی یک بار سالی نگری و نصیب. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک نظری بهار است میلهی شب زنده دار است خوشی سالی یک بار است سالی نگری و نصیب. نوبت تمام می باشد. جشن سرور آمده، با پیک نور آمد در خانه دل ما. با شوق و شور آمد نوروز نو مبارک، نوروز نو مبارک. جشن سرور آمد با پیک
من دلارا بوی وطن دل افروز بوی وطن دلارا نوروز نو مبارک نوروز نو مبارک جشنی سرور آمد با پیک نور آمد نوروز نو مبارک نوروز نو مبارک چشمه دمیدن بخش صفا بدیده گردد فضای سینا سرشار از سپیده نوروز نو مبارک نوروز نو مبارک جشنی سرور آمد با پیک نور آمد نوروز نو مبارک نوروز نو مبارک غنچه خندیده نوروز مبارک باد چشمه جوشیده نوروز مبارک باد غنچه خندیده نوروز مبارک باد چشمه جوشیده نوروز مبارک باد کم دل ترسیده نوروز مبارک باد عاشق شوریده نوروز مبارک باد غنچه خندیده نوروز مبارک باد چشمه جوشیده نوروز مبارک باد شاخه خشکیده نوروز مبارک باد پنبه بالیده نوروز مبارک باد غنچه خندیده نوروز مبارک باد چشمه جوشیده نوروز مبارک باد یار حالم دیده نوروز مبارک باد یار پسندیده نوروز مبارک باد غنچه خندیده نوروز مبارک باد چشمه جوشیده نوروز مبارک باد نوروز بیا نوروز نوروز بیا نوروز با حسن جوان افروز نوروز بیا نوروز با رشته بارانه نوروز بیا نوروز شاکی دلم آرادو نوروز بیا نوروز نوروز توی خوش رو نوروز بیا نوروز نوروز توی خوشبو نوروز بیا نوروز نوروز توی خوشبو نوروز بیا نوروز با پیراهنی سبزه نوروز بیا نوروز نوروز توی دلجو نوروز بیا نوروز دل شاد شود از تو نوروز بیا نوروز آباد شود از تو نوروز بیا نوروز از درد و غمی دنیا نوروز بیا نوروز آزاد شود از تو نوروز بیا نوروز آزاد شود از تو نوروز بیا نوروز نوروز بیا نوروز نوروز بیا نوروز نوروز بیا محبوب ترین جشن ملی ما این نوروز است.
که در تاریخ فرهنگی مردم هیچ عنعنه و رسم و آیین برابر آن شکوه و شهامتی خاصه ندارد. این جشن زنده شوی طبیعت، فرارسی بهار نازنین، آغاز کارهای کشاورزی و برابر شوی شب روز می باشد. در تاجیکستان صاحب استقلال نوروز امروزها نه تنها مژده زنده شوی طبیعت بلکه فضای صلح و وحدت ملی با تشبس‌های سازنده پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در هر یک گوشه کنار مملکت آبادکاری و سازندگی‌ها و نوگانی‌های بی‌نظیر را هدیه می‌آورد. تشبس‌های پیشوای ملت سبب گردیدند که در عرصه بین‌المللی جشن‌های ملی ما مقام خاصه پیدا کردند. امروز در ناحیه بلندکوه مرغابی ولایت مختار کوهستان بدخشان جشن نوروز بین المللی با شهامت خاصه تجلیل گردیده در آن ساکنان با سنت‌های خاص خود فعالانه اشتراک نمودند. در آغاز دایره نوازان مهمانان را با دف و دایره پیشواز گرفته ملکه نوروز و بهار چون رمز پاس داشتن ارزش‌های طبیعت در دست نان و نمک شعرها در وصف بهار و نوروز قرائت نمودند. آمده مهمان ما خوش آمده آمده مهمان ما خوش آمده راحتی این چای ما خوش آمده آمده مهمان ما خوش آمده گل شکفته در جهان گل پاره شد آمده مهمان ما خوش آمده باغ ما بوستان ما خوش آمده آمده مهمان ما خوش آمده شمس تبریز الغیاس از عشق دانه آمده مهمان ما خوش آمده. نوروز با آب و خاک، مرز و بوم و روح زندگی ساز و تمدن آفر اجداد ما پیوندی ناگسستنی داشته. رسم و آیین‌های آن دارای رمزهایی می باشند که از قدیم تا به امروز با روزگار مردم سازنده و آبادگر و فرهنگی و تحملگرای ما سازگارند. از خصوصیت‌های خاص این جشن فرخنده جهانی شده که از دوره‌های خیلی قدیم تا امروز رایج است، بخشیدن یکدیگر، برون کردن کینه و عداوت از قلب‌ها، تحکیم دوستی و رفاقت، یکدلی و همبستگی و گرد یک خان جمع آمدن آدمان می باشد. خاصه بعد مقام بین المللی را صاحب شدن جشن نوروز و گرامی داشتن آن از جانب خلقیت و ملت‌های گوناگون عالم این جشن خجسته همچون رمز وحدت و دوستی و یکدلی و متحدی مقام شایسته را کسب نمود. در ناحیه مرغاب نیز چون دیگر شهر و نواحی مملکت ساکنان جشن نوروز فرخنده را با رعایت سنت‌های خاص آن و در روحیه افتخار و سرفرازی از فضای آسوده مملکت جشن گرفتند. در میدان نوروزی عنعنه‌های این جشن کهن که خاص مردم کوهستان مرغاب است از قبیل گشتینگیری، ارغنچک بازی و نمدبافی فضای ایدانه را زیب و زینت می‌بخشید.
باعث سرفرازی که مردم سربلند ناحیه مرغاب از دستگیری بینظیر جناب والی محترم امام علی رحمان برخوردار هستند. بعد صاحب استقلالی کشورمان ناحیه مرغاب نیز در قطار دیگر شهر و ناحیه ها 30 ماه خود را دیگر نمود. امروز مردم سربلند ناحیه مرغاب شکرگزار از آن می نمایند که با اقدام های نجیب و شایسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت که عید بین المللی نوروز را در کشورمان جشن میگیریم. از جمله در ناحیه مرغاب نیز در فضای صلح و آزادی کشورمان نوروز بین المللی جشن گرفته ایستاده ایم و مردم با یک شکوه و شهامت خاصه و نوروزگاه حاضر شده نوروز را گذرانده ایستاده است. ما همیشه جشن‌های ملی را پاس می‌داریم. در جشن نوروز طبیعت و انسان نیروی تازه پیدا کرده دل و اندیشه ها به هم می آیند. آدمان نیکی و نکوکاری و عملهای خیر و ثواب را ترغیب می سازند که همه این از رسالت صلح‌آفری، دوستی و همدلی و وحدتگرایی این جشن باستانی شهادت می دهد. در ناحیه مرغاب در روز تجلیل این جشن جهانی شده تازه نمودن رفزنه، تمیز کردن خانه چون رمز سفیدی و پاکی، آرد پاشیدن به ستونهای خانه و کتف نفران مژده‌رسان نوروز چون رمز سرسبزی و خرمی، تقدیم نمودن خیمچه ها به صاحب خانه و از بالای رفزنه آویزان کردن رویمال و گرفتن شادیانه نوروز چون عنعنه خاص مردم بدخشان نمایش داده شد. برای شما مبارک. ساگون بهار مبارک. برای شما مبارک. نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد، مرغان هوا جمله بکردم پرواز، مرغی دل من از قفسی تنگ برآمد. ای پدر برخیز نوروزی بکن تا تو را رحمت کند پروردگار، باجک بده کرکر بکن، روغن بده شرشر بکن، هرچی بده دستر بده رخصت بکن. در نوروز مردم گرد خانه ایدانه جمع آمده نقشه های آبادکاری و سازندگی میکشند. خانه و کاشانه و مکان زیستشان را پاک و آزاده نموده به زندگی با دید و اندیشه نو می نگرند که چنین عملهای نیک و شایسته جزء از فرهنگ قدیمه تمدنسازی ما تاجیکان بوده، نشانه شکرانه طبیعت و نعمتهای آن را به جا آوردن می باشد. همین طور در دوره‌های گوناگون تاریخی سنت‌های نوروزی رواج و گسترش پیدا کرده با سرشت پاک خود تا زمان ما باقی مانده است. بزرگداشت نوروز بزرگداشت تاریخ و تمدن بشری است که در طول 100 ساله‌ها ارزش‌های نیک انسانی را در خود تجسم کرده است. آراستن دستورخوان نوروزی، آماده کردن خوراک‌های ملی، پیشنهاد هنرهای مردمی و معرفی لباس‌های ملی از جانب ساکنان ناحیه
ба фазои идонаи Наврӯз шаҳомати хосаеро зам намуд. сипас аз ҷониби ҳунармандони ноҳия рақси бадахшонии гурӯҳӣ ва рақси аспак ки хоси ҷашни Наврӯз дар ноҳияҳои кӯҳистонии мамлакат аст, дар сатҳи касбӣ иҷро карда шуда хотири ҳар бинандаро болида намуд. نوروز خجست‌فی به هر خاندان کشور عزیزمان شادی و فرح ارزانی می شود و اینک باز به سرزمین آفتابیمان نوروز جشن باستانی و فیض‌بخش فصل بهار قدم نهاد. با شکرگزاری از صاحب استقلالیت وحدت ملی در فضای صلح و آرامی در ناحیه مرغاب جشن بین المللی نوروز با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل گردیده ایستاده است. در این ایام خوش و فرحمند برای تمام مردم تاجیکستان آرزومندم که نوروز فرخنده امسال و سالهای دیگر باز به ملک زیبای ما نشاط و شادمانی، آبادکاری های تازه، نصرت و فرحمندی، سعادت و خوشبختی و صلح و وحدت را چون هدیه بهترین نوروزی عطا نماید. نوروز طی تقریباً 6000 سال تاریخی پرشیب و فراز خویش مضمون وسیع و عمیق اجتماعی و عملی کسب نموده است. در روزهای خجسته جشن نوروز انسانها قلبهای خود را از همه گونه دشمنی، کدورت، بخل و حسد و پندار و اندیشه های نامطلوب پاک می نمایند و قلبها را مأوای مهر و محبت و وحدت و همبستگی می سازند. امری که برای کل جامعه جهانی امروز چون آب و هوا ضرور است.